پروردگارا از زبانی که یادی تو را نمی کند، از دلی که از تو نمی ترسد، خدایا به سوی تو پناه طلب می کنم. و خدای مهربان از آن شکمی که اصلا سیر نمی گردد به سوی تو پناه طلب می کنم. اللهم اجعل خیر عمرنا آخره و خیر اعمالنا خواتمه و خیر ایامنا یوم لقائک. خدایا بگردان از عمر ما بهترین روزهایش را فقط روزهای آخرش را، زیرا که روزهای آخر خیلی ضعیف هستیم و اعضاهای ما درمند هست و رحلت امانت تو هست. پروردگارا آخر حیات ما را خوشبخت بگردان، نیک بگردان و از عملهای ما باشد پروردگارا آخر عملها ما